سلام علیکم، صبحتون بخیر. حالا احوال چطوره؟ آقا امیدوارم که یک روز بسیار مشتی رو شروع کرده باشید. من امروز ساعت 8 صبح به خاطر یه کاری مجبور بودم بزنم بیرون. بعد حالا گندمو نگاه کنین چجوری آوردم. بمیرم بچه‌ام با تیشرت باباش یه کاپشن روش آوردم بیرون، یعنی کافیه بچه پیاده شه. یک دو سه. آها بکش بالا خودتو بکش بالا. گند بلند شد. دستا کنار گوش. سفت. سری خودتو بکش بالا. رو زمین نمون. باشه. دوباره. آفرین. عشق ورزشکار من. دوباره. یه پا جلو. یک دو سه. بکش بالا خودتو. نذار پاهات به چرخه. گندم باید این طرفی فرود بیاد. ببین دستاتو باید تو این آینه ببینی. سلام، من اومدم لباسای باحال بپوشم. عینک خوشگلم دارم، ببینید. زیاد روی کردم ببخشید، ولی این مامانم اینجا تو هی میگه اونو بپوش اینو بپوش، اونو بپوش اینو بپوش. عینکم رو ببینید. عینکم خب چنان نگاه کن. گندم میخوای درست کنم؟ ماما عینک زدی دیگه. باشه هر طرف میخوای بزن. چی؟ داشتیم چی میشه؟ جان اگه ماشین زیادتر تا میشد خب تصفات میکردیم. چیکار میکردیم؟ تصفات. چرا؟ تصادف یا تصافت؟ تصفات. چی؟ تصفات. چی؟ اگه اینو بزنی مامان این خوشگل میشه. اگه اینو بزنیم خوشگل میشی. منم بزنم. نه تو زیش میشی. ایشون صبح دیر پا میشه، شبا به خاطر همین دیر میخوابه. حالا بنده نمیخوام بذارم دیگه بخوابه. بلند شو. نه پاشو پاشو ماما، پاشو گندمم، پاشو ماما. میخوایم بریم کجا؟ میخوایم بریم کجا مامانی؟ برای چی؟ آی میخوایم بریم کجا مگه؟ جایی نمیخوایم بریم، فقط میخوام که زود بیدار شی. چرا زود بلند شیم؟ بهترش هم بزن. داشتی میگفتی؟ چای داغه دایی شاقه. چند بار بگو. متنفس شدی؟ رفتت خجالت کشیدی؟ یه بار دیگه بگو لطفا. نمیگم. چرا؟ لطفا ماما. نمیگم. بسیار